با آشپزی امروز بروکلی همراه باش. یه تیمچه خوشمزه رو درست بکن و از مزه بی نظیرش لذت ببر. دوستان عزیز، این غذای خوشمزه نیازی به سرخ کردن مواد داخلش نداره. یه غذای بی دردسر و خوشمزه که خیلی سریع هم حاضر میشه. ممنون میشم که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. سیب زمینی رو پوست بگیرین و به صورت حلقه خورد کنید. چون سیب زمینی به زمان پخت بیشتری احتیاج داره، اول سیب زمینی رو بچینید و بعدم بادمجونا رو. بادمجانا رو پوست نکنید و به همون صورت با پوست به صورت حلقه های یک دست روی مواد بچینید. نوبت میرسه به گوجه هاتونم به صورت حلقه‌ای روی بادمجانا بچینید. هویج فراموش نشه، هویج مزه فوق‌العاده‌ای به ترکیب بادمجان و سیب زمینیتون میده. 5 تا 6 تا لوبیا سبزم خورد کنید و همراه یک فلفل دلمه روی مواد بریزید. یک قاشق چایخوری زردچوبه و 1.5 قاشق چایخوری نمک به غذا اضافه کنید. نمک غذا رو خیلی اضافه نریزین، اجازه بدین مرحله آخر مزه‌شو میچشین و اگر احتیاج بود اضافه میکنین. روی مواد آب بریزین و اجازه بدین حداقل به مدت 1 ساعت روی شعله بجوشه و پخته بشه. تو این فاصله تا بادمجون و مواد پخته میشن یه تابه بذارین و کمی روغن بریزین. پیازای خلالی شده رو داخل تابه خوب سرخ کنید. یک قاشق چایخوری زردچوبه به پیازا اضافه کنید و نصف قاشق چایخوری نمک. فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری اضافه کنید. تو این مرحله من ادویه کاری ادویه خورشتی فرقی نداره، 1 قاشق چایخوری اضافه کردم. 2 قاشق رب بریزین و مواد خوب با هم بزنید. حتما ربتون رو به مدت 10 دقیقه خوب سرخ کنید با شعله کم تا توی غذا رنگدهی بهتری داشته باشه. مواد سوسی سرخ شدنتون رو به قابلمه در حال جوشتون اضافه کنید. بره که 1 ساعت بجوش و مزه مواد یه دست و خوشمزه بشه. حتما تا انتهای ویدیو همراه من باش تا یک نتیجه دلچسب و خوشمزه‌ای رو داشته باشید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. یه تیمچه خوشمزمون آماده است، میتونیم بکشین و نوش جان کنیم. این غذا فوق‌العاده خوشمزه است، نگاه به سادگیش نکن، حتما یه بار امتحانش بکن، از مزه بی‌نظیرش سیر نمیشی.
یتیمجه خوشمزمون بعد از 1.5 ساعت پخت با شعله کم آماده است. این غذای خوشمزه رو همراه کشک نوش جان کنید.